سلام دوستان، شما در شبکه ای کاروان عمر قرار دارین. با شما من ابو مدثر. دوستان عزیز، نما را تا آخر خوب تماشا کنید، بعدا به یاد دوستان خود برسانید که کسانی که شهروند روسیه هستند باز یک قانون نو، باز یک پریکازی نو در سامانه های اجتماعی علیه بحری خود و دیگر مردم را جلب کرده است. مردانی که از ضعیف بودن مردانگی خود اذیت میکشند و میخواهند که زودتر از این بیماری خلاص شوند. پس مشکلی همه مردها حل شد. ایکومینیا پاستا برای بیماری پروستات، برای خون گرفتگی و مردانگی را با قوت کردن. سمی اوون برای بزباله شوی و فربه شوی از 10 تا 15 ویس. فدزور کسانی که میخوان خودشان را خراب کردن از 10 تا 15 روز. ماز برای ساعت همخوابگی را دراز کردن از 20 تا 45 دقیقه. جوانهایی که میخوان ریش برآورند و شخصانی که می سرشان میریزد مینوکسیدیل نتیجه اش را در طول 3 ماه میبرد. شرکت داروهای گیاهی همراه شماست و تمام شهر روسیه دستکه داریم و کسانی که میخوان ای مترو دسترس کنند پس تا مترو دستکه ما بپول است. کسانی که شهروند روسیه پاسپورت روسی دارند اگر با آغاز شدن انا همین موبیلیزاسیا و جنگ به اوکراین یا اینکه به خدمت حربی آغاز شد و آنها گریزند یا اینکه گریخته باشند در همه سامانه های اجتماعی آمده است که و این خبر علیه به گوش بسیار مردم ما رسیده است، یا آنها را جریمه میکنند یا اینکه پاسپورت آنها را شناسنامه اشان را انولیروات میکنند. از همین سبب بینید که این کلازارتها بر ما گویا که بر ما خوبی کردن. انا همین واقعی که سر شد گریختن اینها بر دیگر دولت ها مشکلی بر مردم ما شده ایستاده است. اینها با خلق خود کاری ندارند، اما شخصانی که شناسنامه گرفتند و با قید RVP هستند اگر با سبب انا همین آغاز جنگ راهی گریز بجویند از شناسنامه یا اینکه به جریمه کشیده می شود. خوب فکر و عقیده خیش را حتما نویسید که تا در نوار آینده بر شما چگونه بودنش را اثبات و با دلیل گفته دهیم. الله نگهبان همه شما.